سلام. امشب موشکاف میخواد پنبه زنی راه بندازه، میخواد نشون بده که تمدید مذاکرات تا همینجا چه بابایی از این علی گدای زبار در رفته در آورده. عارضم به حضورتون که چند پریروز تیویریش یه خبر همچی سربسته از مصاحبه ممجواد زخیم با CNN پخش کرد. کل خبر همین بود که میبینی. وزیر خارجه ایران در مصاحبه با CNN درباره مذاکرات ایران و گروه 5+1 گفت ما به دنبال توافقی هستیم که ماندگار باشد و خواسته های دو طرف را تأمین کند. بله، بعدم کانال خارجه کشوری تیویریش خودشو زد به اون راه و آخرین مصاحبه ممجواد و مصاحبه با خود تیویریش حساب کرد و اینو به خورد مقلدان خارجه کشوری ولی امرش داد. وزیر امور خارجه کشورمان در آخرین مصاحبهش گفت آنچه مسلم است این است که ما غنیسازی را در ایران انجام خواهیم داد و اکنون بحث نه بر سر اصل غنیسازی در داخل بلکه راجع به میزان آن است. آقای ظریف مطرح شدن 190,000 سو از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی را اثبات کننده صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران برشمرد. 190,000 سو یا 190,000 واحد غنیسازی در واقع این اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه ایرانه و اون تولید میزان مناسب سوخت برای یک سال بوشه. رفقا اینی شنیدی؟ حالا واسه این که متراژ قالیبندی ممجواد دستتون بیاد بیایید یه سری به CNN بزنیم و ببینیم این ظریف نظام که تو تیوی ریش اینجوری عظما رو حلوا میکنه وقتی پاش به اون ور آب میرسه با ولی فقیهش چطور تا میکنه. And that objective is to ensure that Iran's nuclear program will always remain peaceful. I think that is scientifically possible. It doesn't require arbitrary red lines, arbitrary numbers. آقا یکی از ظریفان نظام به بنده موشکاف جواب بده که اون کیه که خطوط قرمز مستبدانه میذاره؟ اون کیه که اعداد و ارقام دلخواه واسه خودش در میاره؟ ببینم اون شخص مجهول این زهرخورده ترس شکسته بدبخت نیست؟ طرف مقابل به مرگ گرفته که به تب راضی بشید. هدف اونها این است که جمهوری اسلامی رو در باب ظرفیت غنیسازی مثلا، حالا که یکی از مسائل، به 10,000 سو راضی کنن. منتها از 500 سو شروع کردن، 500 سو، 1000 سو، که حدود 10,000 سو مثلا حدود 10,000 سانتریفیوژ همین قدیمی هایی که از قبل داشتیم و داریم به این مقدار، محصول این مقدار سانتریفیوژ. هدف اونا اینه. مسئولین ما میگن ما به 190,000 سو احتیاج داریم. ممکنه این نیاز مال امسال و 5 سال دیگه، 2 سال دیگه نباشه، اما این نیاز قطعی کشور است. خب باید نیاز کشور تامین بشه. 190,000 سو. پس منظور ممجواد از اعداد و ارقام دلخواه 190,000 سو بود ها؟ ولایت مدارید منو کشته ممجواد. حالا کارت به جایی رسیده که علی گدا رو اونم تو CNN دراز میکنی. بعد اون وقت تیوی ریش باید این قروقی قرازه رو بیاره تا فضاحت وزیر خارجه نظام رو جمع جور کنه. در مجموع ما یک صدا داریم و اون صدایی که مذاکره کنندگان ما در 5+1 اعلام بکنند. آره دیدی، یکی شما یک صدا داری، یکی بازار مسکرا. جالب اینجاست که ممجواد تو CNN تا قول امضای پروتکلم رفته. بعد این مدعی تک صدایی تو نظام 2 جمله بعد زیرا به حرف خودشو میزنه و اینجوری به نیابت از ولی فقیهش میپیچه جلوی ظریف. ملاحظه کنی؟ آقای قرقی در روزهای گذشته مصاحبه وزیر امور خارجه کشورمون رو با CNN داشتیم.
صحبت‌های مبنی بر پذیرش پروتکل الحاقی هم در این مصاحبه بودش. شما چطور ارزیابی می‌کنید این موضوع؟ نکنید پروتکل الحاقی آخرین گامه که ایران باید اجرا بکنه. تعهداتی رو باید غربی‌ها انجام بدن. پرونده هسته تحریم‌ها رو بردارن، پرونده هسته‌ای رو به حالت عادی برگردونن و آنچه که بین ایران و 5+1 بوده اون رو باید بردارن و شرایط اگر یک شرایط عادی بشه موقع مجلس ایران تصمیم خواهد گرفت که آیا پروتکل الحاقی رو امضا بکند یا نه. ببین قرقی، فیس ولی فقیه تو بیشتر از این قر نکن. آخرین گام کدومه؟ هم جواد هم لاریجانی چشمک و چراغ زدن. ایران تضمین‌های لازم را به منظور اطمینان بخشی خواهد داد، اما حق تولید سوخت برای نیروگاه و فناوری صلح‌آمیز باید وجود داشته باشد. بله دوستان، اینجاست که موشکاف از علی گدا میپرسه آخه نفله، تو که میدونستی آخرش کارت به چراغ سبز دادن و زهرخوری های بعدی میکشه، پس چرا همونجا تو وین کارو یه سره نکردی؟ چرا زهرا همونجا کوفت نکردی؟ این پا و اون پا کردنت چی بود؟ جواب علی گدا میدونی چیه؟ اینه: خودم کردم که لعنت بر خودم بود. هم چوب نوشش زهر خوردم، هم پیاز تأخیر مذاکراتو.